مطلع شدن از ابتلا به دیابت میتونه ترسناک باشه، اما وحشت نکنین. کسانی که دیابت دارن میتونن عمری سلامت و طولانی داشته باشن. بله، بیاین نکات کلی رو بررسی کنیم. این دیابت به زبون ساده است. وقتی ما غذا میخوریم، غذا وارد معده‌مون میشه. غذا از 3 ماده اصلی تشکیل شده: کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها. در طول گوارش کربوهیدرات‌ها به قند تجزیه میشن که با اسم گلوکوز هم شناخته میشن. این نکته رو در نظر داشته باشین. کربوهیدرات‌ها در غذاهایی مثل نون، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، میوه‌ها، شیر و ماست پیدا میشن. توی یک فرایند گوارش طبیعی، قند از طریق جریان خون از معده وارد ماهیچه‌ها و سلول‌های چربی شما میشه. هرچند قند نمیتونه بدون کمک هورمون ویژه‌ای به اسم انسولین که توی پانکراس ساخته میشه وارد این سلول‌ها بشه. انسولین مثل یک کلید عمل میکنه و درهای ماهیچه‌ها و سلول‌های چربی رو باز میکنه و اجازه میده قند وارد اونها بشه. به این ترتیب سلول‌ها از قند به عنوان سوختی برای تامین انرژی لازم برای بدن استفاده میکنن. وقتی این فرایند بدون نقص انجام بگیره، قندی که توی معده وارد جریان خون شده میتونه توی ماهیچه‌ها و سلول‌های چربی از خون خارج بشه. به این شکل بدن میتونه غلظت قند در جریان خون رو تنظیم کنه. حالا بیایم ببینیم توی فردی که به دیابت مبتلا چه اتفاقی میفته. توی این افراد قند وارد جریان خون میشه، اما یکی از این دو چیز اتفاق میفته: یا پانکراس میزان کافی از انسولین رو که با میزان قند وارد شده در جریان خون مطابقت داره تولید نمیکنه، یا سلول‌های بدن به انسولینی که بدن تولید کرده واکنش نشون نمیدن. در هر دو مورد نتیجه یکسانه. ورودی سلول‌ها بسته میمونه و باعث میشه تا قند در جریان خون تلمبار بشه. در نتیجه میزان قند خون بالا میره. این مشکلات متعددی رو به وجود میاره. چون قندها نمیتونن وارد سلول‌های بدن شما بشن، بدنتون نمیتونه انرژی مورد نیازش رو به دست بیاره. در نتیجه ممکنه احساس خستگی یا کوفتگی بکنین. ممکنه بدن شما سعی کنه قند اضافی در جریان خون رو با بیرون کشیدن مایع از سلول‌هاتون رقیق کنه. این میتونه به این منجر بشه که شما احساس تشنگی کنین. مهمتر از همه این که به مرور زمان میزان بالای قند خون میتونه به اندام‌های حیاتی مربوط به جریان خون مثل چشم‌ها، کلیه‌ها، اعصاب و قلب آسیب برسونه. اگه دیابت به درستی مهار نشه، میتونه عوارضی جدی مثل کوری، قطع عضو، از کار افتادن کلیه، حمله قلبی یا سکته مغزی رو به بار بیاره. برای جلوگیری از این عوارض، افراد مبتلا به دیابت برای نگهداری میزان قند خونشون در حد نرمال باید کارهایی انجام بدن. یکی از شیوه‌ها برای انجام این کار از طریق رژیم غذاییه. با کم کردن میزان کربوهیدرات‌هایی که در وعده‌ها یا میان وعده‌ها می‌خورین، میتونین میزان قند وارد شده به جریان خونتون رو تنظیم کنین. و اینکه اجازه ندین میزان انسولین در بدنتون بیش از حد بالا بره. این میتونه به معنی مصرف غذاهایی با میزان بالای قند مثل کیک، کلوچه، آب نبات و نوشابه باشه. خودتون میدونین کدوم خوراکی‌ها. یه راه دیگه برای تنظیم قند خون از طریق ورزش کردنه. فعالیت‌های جسمانی ماهیچه‌ها و سلول‌های چربی بدنتون رو به انسولین پذیراتر میکنه. به عبارت دیگه، اون دسته از ماهیچه‌ها و سلول‌های چربی که قبلاً باز نمی‌شدن حالا میشن. در آخر این که ممکنه پزشکتون داروهایی رو براتون تجویز کنه که باعث میشن میزان قندی که وارد جریان خونتون میشه تنظیم بشه، یا سلول‌هاتون نسبت به انسولینی که بدنتون تولید میکنه پذیراتر باشه. در برخی موارد تزریق انسولین هم ممکنه ضروری باشه. خیلی خوب، بیاین یه بار مرور کنیم. ما درباره این گفتیم که دیابت چیه، شرایطی که در اون یا بدن نمیتونه میزان کافی از انسولین رو تولید کنه، یا سلول‌های بدن پذیرای انسولینی که تولید شده نیستن. دیدیم که این شرایط چه عوارضی میتونه داشته باشه، چیزهایی مثل خستگی، تشنگی و آسیب اندام‌های حیاتی. در آخر هم درباره شیوه‌هایی برای مهار اون از طریق رژیم، ورزش و استفاده از دارو گفتیم. برای اطلاعات بیشتر درباره تشخیص سلامتی و برنامه‌های درمانیتون، لطفاً به پزشکتون مراجعه کنید.